که توسط استاد حسین جلال مدیر و مؤسس انجمن ملی جامعه مدنی افغانستان ارائه خواهد شد گوش فرا دهیم. و چه خوب است که شروع برنامه خود را با تلاوت چند آیه از قرآن پاک با صدای قاری صاحب استاد حمیدالله درویش آغاز کنیم. بفرمایید جناب استاد. در نخست سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه قاران گرامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. و انک لعلی خلق عظیم. ای پیامبره ته د لوړ اخلاق خاوند یې. مننه کوو له ښاغلي استاد حمیدالله درویش څخه چې په ښکلي غږ یې زموږ غوږونه ونازول. د سیمینار په دې برخه کې غوږ ږدو خپل ملي سرود ته او له خپلې تخنیکي همکار څخه غواړم چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
به کابل می روم، کابل قشنگ است. تمام شهر کابل شوخ و شنگ است. نخواهم داد کابل را بلندن. وطن زیباست، بهتر از فرنگ است. باز از همکارمان در این قسمت گوش چشم فرا می دهیم به زندگی نامه استاد جلال که در یک ویدیو کوتاه جا داده شده که هستند، از کجا شروع کردند و چه دستاوردهایی دارند. خالق هستی. دکتر حسینه جلال مدافع حقوق بشر و برابر جنسیتی در افغانستان است. او در سال 2014 برای مردم برای جایزه صلح انتخاب شد. حسینه در تأسیس و مدیریت چندین سازمان جامعه مدنی در افغانستان و در سطح منطقه جنوب آسیا مشارکت داشته است. او مدیر مؤسس انجمن ملی جامعه مدنی افغانستان و یکی از بنیانگذاران اولین اتحاد زنان جنوب آسیا در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان می باشد. او در سال 2020 برای مردم به عنوان یکی از 45 زن تأثیرگذار افغانستان انتخاب شد. حسینه جلال مدرک لیسانس خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه جامعه ملی اسلامی هندوستان اخذ کرد. او دارای مدرک کارشناس ارشد در مدیریت بازرگانی از دانشگاه آمریکایی افغانستان و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه آیوای شمالی دارد. او همچنان در دانشگاه‌های جورجیا تاون و کابل تحصیل کرده است و محقق فولبرایت است. او فعلا در حال تحصیل در مقطع دکترا در امور عامه و بین الملل می باشد و در دانشگاه پیترزبورگ به عنوان محقق کار می کند. حسینه در دانشگاه‌های مانند دانشگاه پرینستون و دانشگاه کلمبیا، دانشگاه شیکاگو، دانشگاه جورجیا تاون، بوستون، دانشگاه آمریکایی و غیره سخنرانی کرده و در میز گردها شرکت کرده است و با این کار تلاش کرده است تا صدای زنان افغانستان را در امریکا بلند کند. حسینه در افغانستان به حیث مشاور پالیسی، وزیر و رئیس اداره طراحی برنامه‌ها و هماهنگی تمویل کنندگان در وزارت معادن و پترولیم افغانستان کار کرده است. در این مقام او تمام پروژه ها و برنامه های تمویل شده بین‌المللی را در بخش های نفت، معدن و گاز در افغانستان مدیریت کرده است. او همچنین به عنوان کارشناس پالیسی و سرپرست تیم تحقیقاتی در دفتر اداری ریاست جمهوری افغانستان کار کرده است. حسینه به زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، اردو، ترکی و تا حدودی به زبانهای ازبکی، پنجابی و عربی مسلط می باشد. د علم او پوهې هر ښوونځی چې پرانیستل کیږي د جهل او تیارې زندانونه تړل کیږي. بیا ځلې مننه له تخنیکي همکارۍ څخه. اوس په دې برخه کې استاد عبدالرحیم اسدي د افغان ښځو د نهاد عمومي رئیس ته ښه راغلاست وایم. میکروفون ښاغلی استاد ته تسلیموم. مهرباني وکړئ استاد، اورو له تاسو څخه. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم.
سلام، عرض ادب و احترام داریم محضر همه حاضرین در جلسه، هیئت رهبری، رؤسای دانشکده ها، تمام همکاران و کارکنان نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان، دانشجویان عزیز و تمام حاضرین در جلسه، با ویژه مهمان عزیز و فرشته برنامه جناب استاد محترم ما حسینی جلال که یکی از فعالین حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان و یکی از سرمایه های معنوی افغانستان هست. عرض سلام داریم خدمت شان و همچنان کمال تقدیر و سپاسگزاری داریم از اینکه وقت گذاشتن و در این برنامه شرکت کردند. جا دارد در ابتدا ما در دهه محرم الحرام قرار داریم که این دهه هم دهه هست نوای پیامبر گرامی اسلام احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت امام حسین رضی الله عنه قد علم کرد و برای نوای آزادی و امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم در کشور ما این حقوق و حقوق اساسی و شهروندی جامعه که حقوق مختلف است، از جمله حقوق اجتماعی، حقوق تحصیلی، به ویژه آموزش برای بانوان افغانستان و قشری مهم از جامعه که زنان هست انشاءالله محقق شود. امام حسین رضی الله عنه به خاطر آزادی بیان، آزادی عقیده و همچنان برای که بر ظلم نباید در این بخش قد علم کرد. انشاءالله که ما هم پیروی صلحای دین ما که از جمله امام حسین رضی الله عنه هست انشاءالله باشیم و از این وقایع بزرگ اسلام انشاءالله که ما هم درس خوب بگیریم و پیروی اسلام ناب باشیم. خب نکته بعدی که هست اهمیت این سمینارها هست که تقریبا 35مین سمینار و کنفرانس علمی نهاد بین المللی آموزشی آنلاین بانوان افغانستان هست، در کنار برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و برنامه‌هایی که هست و ایره هم ما در نهاد داریم جهت تقویت آموزشی و علمی بانوان. خب موضوعی که انتخاب شده برای جلسه هم قطعا یک موضوع فوق العاده عالی هست، اهمیت علم و دانش جوانان در پیشرفت و ترقی جامعه. خب جوانان نیروی جامعه هست و قطعا آینده کشور و رهبران آینده کشور همین جوانان هست و اینا هست که کشورشان میسازه. خب چیزی واضح هست که جوانان اگر با مهارت و علم و دانش کسب نکنن اینا قطعا نمیتونن که برای کشورشان مفید واقع شوند و آینده ساز کشور هست و کشورشان بسازن. لذا یک سمینار خیلی فوق العاده عالی هست، انشالله که دوستان هم میتونن از این برنامه خوب استفاده بکنن. همچنان کمال تقدیر و سپاسگزاری داریم از بخش آمریتی برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای علمی، به ویژه بخش نشرات نهاد، بخش فرهنگی نهاد و تمام همکاران ما که زحمت کشیدند. بیشتر از این مصدق اوقات نمیشیم. دانشجویان عزیز، محصلین و تمام همکاران که در برنامه هستیم تا آخرین لحظات برنامه حضور داشته باشین و نکاتی که گفته میشه یادداشت کنین و انشاءالله که از این نکات استفاده عظیمی را داشته باشین. ای معلم، مرا از تعلیم خود به جاودانگی میرسانی. جاودانه باش. با سپاس از استاد اسدی رئیس عمومی نهاد. امید که خسته نشده باشید. موافق هستین که ادامه بدیم؟ منتظر لایکایتان هستم. پس با تشویقایتان ما را همراهی کنید. هر چیزی نگینی دارد و نگین برنامه ما این قسمت آن می باشد. پس از استاد حسینه جلال، مدیر و مؤسس انجمن ملی جامعه مدنی افغانستان، خواهانم که سخنانشان را آغاز کنند و ما را مستفید از سخنان و علم خود گردانند. سلام خدمت آقای اسدی
صدای محترم، رؤسای محترم دپارتمنت ها و مسئولین محترم و سایر شنونده ها، من امروز به دلیل اینکه اینترنتم زیاد خوب نیست امروز شما صوتی صحبت میکنم. تشکر میکنم از مؤسسه بین المللی آموزش بانوان افغانستان که فرصت برای من میسر ساخت تا بتونم با شما هم کلام شوم و موضوعی را که انتخاب کردین که نقش آموزش و پرورش برای جوانان در جامعه هست، اون رقمی که آقای اسدی یادآور شدن، یک موضوع بسیار مهم و اساسی است که مخصوصا برای شما جوانان که آینده سازان افغانستان هستین و رول بسیار مهمی را در آینده افغانستان و در حال افغانستان باید بازی بکنین، می باشد که باید قابل توجهتان هست و به خاطر از این سمینار علمی را برگزار کردیم تا من بتونم نظریات خود با شما شریک کنم. ولی بیشتر هدف ما از این سمینار علمی این خواد بود که از شما بشنویم سوالات و پیشنهادات اگر داشته باشین بر ما بگوین که شما با وجود تمام مشکلاتی که در داخل افغانستان است، در صورت که شما داخل افغانستان هستین چی رقم با مشکلات مبارزه میکنین و چی فعالیت هایی دارین و در صورت که در کشورهای همسایه یا بیرون افغانستان هستین چی فعالیت هایی دارین تا اینکه انگیزه دهی شود بر دیگران. و من همچنان به نوبه خود اگر بتونم از تجارب و سرگذشت خود یاد کنم به شما و بیشتر یکی دیگه خود بشناسیم و امی سمینار سبب شود که بتونیم در دراز مدت هم به تماس باشیم. اولی که ما امروز آقای اسدی چند بیش نیست که به تماس هستیم و در مورد برنامه ها و درس ها و ابتکارات دانشگاه بین المللی ما معلومات داشتم کم و بیش، ولی بیشتر معلوماتم زیادتر شده و ای که در 35مین یا 36مین اگر غلط نکرده باشم سمینار علمی فرصت بر ما پیدا شد که من بتونم با شما هم صحبت شم و این سلسله سمینارها که دایر میشه از طریق مؤسسه بین المللی قابل قدر است و ما میخوایم که این تقدیر کنم و برای شما دانشجوهای محترم که میاین اشتراک میکنین وقت میگذارین هم تشکر کنم. خب نقش تحصیل و آموزش و پرورش برای جوانان در جامعه برای ما همگی ما مهم است. چندین بعد مختلف داره که از بعد اجتماعی گرفته تا اقتصادی، فرهنگی، سیاسی ما میتونیم که این موضوع را مورد بررسی و تمرکز خود قرار بدیم. در افغانستان اگر احصایه آخر که من به یاد دارم دقیق بوده باشه فکر میکنم 75% از نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده و بیشتر از این جوانان در 20 سال گذشته که پیش از سقوط افغانستان یا پیش از برگشت طالبان در افغانستان تحصیل کردن و دسترسی به آموزش و پرورش تحصیل اگرچه به سطح شاید کمیا و کاستیای خود داشت و به سطح کشورهای پیشرفته نبود، ولی باز هم در بسیاری موارد خصوصا برای دختر خانما و برای بانوان فرصت‌های بسیار زیادی وجود داشت که ما شما همگی شاهدش بودیم. مکتب میتونستن برن، از مؤسسات خصوصی گرفته تا دانشگاه و پانتونای دولتی امتحانات کنکور برشان میسر بود، کورس‌های مختلف زبان و کامپیوتر و غیره و بسیاری از سازمان‌های بین المللی که در افغانستان بودن و سازمان‌های ملی داخلی اینا هم در این بخش فعالیت داشتن و کوشش میکردن که اگر از سوادآموزی گرفته تا تحصیلات مکتب و حتی تحصیلات عالی بانوان و جوانان تشویق کنن و کمک کنن و برشان زمینه‌ها رو میسر کنن. ما شما بعد از اینکه طالبان آمد شاید از این بودیم که بسیار یک برگشت آنی و خطرناک میتونیم بگوییم که صورت گرفت که یک وقفه کلان و یک ضرر کلان برای اجتماع افغانستان، برای مردم افغانستان ایجاد کرد و بود که هم زن و مرد در افغانستان فعلا از دسترسی به تحصیل و آموزش به سطحی که قبلا وجود داشت و با کیفیتی که قبلا وجود داشت فعلا باز ماندن. ولی مخصوصا بانوان بر ما معلوم است، کسایی که شما در افغانستان هستین بهتر میفهمین که از مکتب گرفته یعنی اول چند صنف مکتب اینا بند کردن و باز بیشتر و باز بالاخره دانشگاه را صنفای شبار مسئولین جدا کردن، دخترها و بچه‌ها و باز بالاخره دانشگاه را بند کردن و بیشتر از 3 سال میشه که دیگه ما بانوان در فضای آموزشی و تحصیلی در افغانستان نمیبینیم و نداریم.
امور رقم که گفتیم یک زایه کلان است برای حال افغانستان و برای آینده افغانستان و کلانترین چالش هست که رژیم طالبا و رهبری طالبا با این مواجه هستند و دلیلی که جامعه جهانی اینا را شناسایی نمیکنه یکی از دلایل کلانشان همین موضوع است. ما میفهمیم که برای افغانستان چون شناسایی افغانستان صورت نمیگیره و دلیلش هم یکی از دلایل بزرگی است، ولی دلایل دیگه هم وجود داره که مهم میباشن مثل نقض حقوق بشر و غیره مسائل. این افغانستان بسیار زیاد از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضربه میزنه و اگرچه از مالیات افغانستان عواید از طریق مالیات بالا آمده یا گمرکات، اما بغیر از این ما ببینیم اگر واردات و صادرات میبینیم، اگر دیگه مثلا سرمایه گذاری ها داخل افغانستان میبینیم، همگیش ضربه دیده و سیستم بانکی افغانستان مثل قبلش نیست و توانایی خریداری اجناس از طریق مردم به سطح قبل وجود نداره یا مو پرچیسینگ پاور که میگن و دیگه مشکلاتی که در داخل وجود داره. از لحاظ فرهنگی هم متاسفانه وقتی که شما تحصیل و حق آموزش برای یک قشر بزرگ از جامعه ممنوع میسازین، برای حال و آینده ای جامعه از لحاظ فرهنگی ضربه کلان زدین، به خاطر که می تحصیل و آموزش است که فرهنگ سازی میکنه در جامعه و فرهنگ غنیتر میسازه و ما را از رفتن به سوی اکستریمیسم یا افراطگرایی ما جلوگیری میکنه در جامعه. در پلوی ازی خب سطح سواد یک چیزی بود که من امور رقمی که یادآور شدم، نقش آموزش تحصیل در جامعه برای افزایش سطح سواد مهم است که او خودش زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه به وجود میاره. در پلوی ازی توانمندسازی زنان است. تحصیل و آموزش زنان و دختران میتونه به افزایش مشارکت زنان در جامعه و کاهش نابرابری‌های جنسیتی کمک کنه. نابرابری‌های جنسیتی این موضوعی بوده که در افغانستان از چندین دهه و حتی در کشورهای بیرون افغانستان در سطح جهان یک مشکل است که ما با او روبروی هستیم و به خاطر که ما بتونیم که خشونت علیه زن، تبعیض علیه زن و نابرابری‌های جنسیتی را روش کار کرده باشیم و کاهش بیابه، نقش تحصیل و آموزش زنان در این بخش بسیار مهم و اساسی می باشه. همچنان امور رقمی که گفتم، رشد اقتصادی، تحصیل بانوان میتونه که برای افزایش بهره‌وری و برای توانمندی نیروی کار کمک کنه که این هم به نوبه خود موجب به رشد اقتصادی میشه در یک جامعه. وقتی که ما نمیگذاریم که بانوان تحصیلات عالی کنن در بخشایی که بسیار مهم است، مثلا طبابت، نرسینگ، قابلگی و غیره، پس ما نیروی کار در اون بخش کاهش یافتیم در دراز مدت و ما خانم‌ها را نداریم، بانوان نداریم که در اون بخش کار کنن. یک زایه کلان است برای یک جامعه. و همچنان تحصیل و آموزش بانوان در تقویت نهادهای اجتماعی در جامعه بسیار اهمیت بسزای داره که این نهادهای اجتماعی مثل خانواده است، جامعه محلی است یا اجتماعات محلی است و سازمانهای مدنی است یا جامعه مدنی است در یک کشور که تحصیل بانوان در تقویت این نهادها و در ایجاد این نهادها مهم پنداشته می شود. دیگه ای که بهبود صحت کلی یا بهداشت عمومی یکی از فایده های تحصیل بانوان در جامعه می باشه و همچنان امور رقمی که گفتم مبارزه با افراطگرایی است که تحصیل و آموزش جوانان در یک جامعه به خاطر ترویج صلح و همزیستی مسالمت آمیز اهمیت بسازای خود داره و در مبارزه با افراطگرایی میتونه که یک نقش مهم را بازی کنه. در کل در توسعه اقتصادی، در کاهش نابرابری ها، در تقویت نهادهای اجتماعی و همچنان پیشگیری از جرم در جامعه و برای کاهش نرخ جرم میتونه که رول بسزای بازی کنه و افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی. وقتی که یک جامعه بی سواد باشه، دخترها خدا نخواسته که اگر این پالیسی ها به این شکل پیش برن و دخترها در آینده بی سواد بمانن، این سبب میشه که
نتونن که آگاهی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود بالا ببرن و از حقوق و وظایف خود در یک جامعه باخبر شوند و مشارکت فعال در امور سیاسی و اجتماعی در یک جامعه داشته باشند. و در ضمن برای حفظ فرهنگ و میراث کشور هم برای انتقال و حفظ فرهنگ و سنت ها و ارزش های یک کشور و یک جامعه به نسل های آینده تحصیلات و آموزش بانوان بسیار اهمیت مهم دارد. تقویت نوآوری و خلاقیت دیگه بخش است یا دیگه مورد است که تحصیل بانوان بالای از میتونه که یک رول مثبت داشته باشه و او به این مناسبت که وقتی که یک خانم یا یک بانو میتونه که سواد داره و از تحصیلات و از آموزش برخوردار است، او میتونه که نوآوری کنه در بخش تجارت مثلا کار کنه، یک ایده جدید را بیاره بر بازار و یا که خلاقیت انجام بده و بتونه که نه تنها که برای خود و خانواده خود کمک کرده باشه بلکه بر جامعه در کل مفید باشه. بنابراین اگر شما از هر بود ایره ببینین اهمیت تحصیل و آموزش برای جوانان مخصوصا بر بانوان که قشر بیشتر از 50% در افغانستان تشکیل میتن و 75% نفوس جوانان است، هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی از لحاظ دینی و اخلاقی بسیار مهم است. برای که بر ما معلوم است که اولین آیه کریمه که خداوند جل جلاله به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل کرد او بود که بخوان اقرا به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خداوندی که یا پروردگارت که خلق کرد یا آفرید انسانه. بنابراین یک امر خداوند است، خواندن امر خداوند است و ما با در نظر داشت شرایط کنونی داخل افغانستان که مشکلات به وجود آمده که محدودیت ها ایجاد شده بالای وضع شده بالای تحصیلات شما جوانان و مخصوصا بانوان، پیشنهاد من است که از طریق آنلاین کوشش کنین که به کورس‌های مختلف خود را رجیستر کنین و نهادهای مختلفی که داخل افغانستان است فعال هستند، بیرون افغانستان فعال هستند، شما خود کوشش کنین که در بخش سواد آموزی، در بخش زبان آموزی، در بخش کامپیوتر، در تمام بخش‌های مختلف مخصوصا امی دانشگاه بین المللی زنان که برای بانوان افغان ایجاد شده، این خودش یک ابتکار بسیار عالی است و در سطح افغانستان به حساب دانشگاه آنلاین یک ابتکار جدید و یک ابتکار است که پیش قدم است. شما ادامه بدین همکاری‌هایتان با این نهاد و انشالله که این مشکلات و این محدودیت هایی که ایجاد شده هم در کوتاه مدت اگر نه بلکه در خدا کنه در کوتاه مدت، ولی اگر در کوتاه مدت نشد در میان مدت و در دراز مدت خدا کنه که این مشکلات مرفوع شوه و رفع شوه و شما باز بتونین که دوباره فیزیکی و حضوری برین به تحصیلات خود و به آموزش خود و به زندگی و کار خود ادامه بدین در داخل افغانستان. امید ما همی است، تلاش ما همی است و تمام لابی و دادخواهی که ما میکنیم به هر اندازه‌ای که توان ماست و امکانات ما هسته در بیرون افغانستان هم به می هسته که مهمترین موضوع یا امر فعلا در داخل افغانستان برگشت بانوان بر مکاتب و تحصیلات عالی است و من شما را مطمئن می‌سازم که در این بخش کسایی که بیرون افغانستان است تا حدی که در توانشان هست و میتونن تلاش و سعی خود میکنن. همینجا من استاپ میکنم و میخوایم که ببینیم که دوستا چی سوال یا پیشنهاد، انتقاد، هر موضوعی که یا اگر میخواستین یک تجربه خود شریک کنین بفرمایین، ما میشنویم. تشکر از شما. همکارای عزیز کسی هستن اینجا یا ای که من چی کنم؟ دوستا اگر از مسئولین محترم کسی میخواین که سوال دارین یا پیشنهاد لطفا شریک کنین. شما میتونین خود انمیوت کنین و صحبت کنین. سلام، شبتون بخیر.
سلام، خوب هستین؟ سلامت باشین. امیدوارم شما خوب باشین. سلام به دوستایی که در گوگل میت هستن، امیدوارم خوب باشن. میخواستم یک سوال از پیشتون کنم راجع به می اشخاصی که در جامعه مدنی کار میکنن، مخصوصا خانما. فعلا خو یا در هیچ شرایط نمیتونن مثلا از کشور خارج شوند، یعنی آیا شما کدام برنامه دارین به کسایی که فعالان جامعه مدنی هستن و فعلا نمیتونن از این کشور نمیتونن یعنی جای کار کنن و نمیتونن که تحصیل خود ادامه بدن؟ چون شکر خدا عالمی مؤسسه است که ما درس میخوانیم آنلاین، بر ما بسیار یک سهولت شده یا بسیار یک امکانات خوب است بر ما که ما میتونیم مستفید شیم. یعنی شما کدام برنامه دارین به کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن با اونا شما حمایت کنین یا که بتونین جانشان نجات بدین؟ یک دو سوال دیگه میگیریم باز ما جواب میتونم. دوستا اگر کسی دیگه سوال داره، تبصره داره، میتونین که شریک کنین. من نفهم که از ارگنایزرز اینجا کسی هست؟ کسایی که بزرگان نلغزند در هیچ راه که ز آغاز تدبیر پایان کنند. اگر سوالی نباشد تشکری میکنیم از همه مهمانان و سپاس ویژه داریم از بانو حسینه جلال با پوستین که قبول زحمت کردن و وقتشان را برای ما اهدا کردن. ممنونتان بانو استاد حسینه جلال و سپاس از حضور شما علم پروران. خسته نباشید. اگر سوالی نداشته باشید سمینار علمی آموزشی ما تا همینجا بود. شما را به خداوند منان میسپارم. شب خوش برای همه خواهانم. امید که امتحانات خوب سپاری شود. موفق و کامگار بمانید. خیلی وقت خیچاری. بانو راجی فکر کنم سوال دارید، میتونید بپرسید. سلام و احترام خدمت همه. امیدوارم که جور و صحتمند باشین، زندگی به خیر بگذره و روزگار همه خوش باشن و خوب باشن. سپاسگزار شما هستم که به ما وقت سپردین و خوش آمدید میگویم بانو حسینه را که با همچون صحبت های نابشان که واقعا انرژی بخش و مملو از موفقیت ها برای دیگه دختر خانم هایی که در افغانستان هستن و بیرون از افغانستان هستن از صحبت هایشان و چنین اشخاص هایی که تلاش میورزن خدمت میکنن به خانواده و فامیل و مردم و الخصوص به دختر خانم هایی که فعلا در افغانستان هستن و تلاش دارن که چنین اشخاص ها را پیدا بکنن و از حرفا و خدمت ها و مشکلات ها و چالش های زندگیشان که در طول مدت ها متقبل شدن و تانستن که چهره شناس شوند، تانستن که خودشان را و حسینه جلال را به نمایش بگذارن و بفهمن که حسینه جلال کیست و چه کارهایی را کردن و چه سختی هایی را در طول شبانه روزها و در زندگیشان گذشت و فعلا کی هست و کی بوده و کی شد. اینا خیلی جای افتخار است. من افتخار میکنم که چنین اشخاص ها را ما داریم و دعوت ما را قبول میکنن که بتونن چند کلمه ای را به تمام دختر خانم ها بگوین و هر حرفی که از زبان بانوان موفق خارج میشه اونا تماما 1000% انرژی و 1000% امیدواری به تمام دخترها در افغانستان هست و جای افتخار است. من افتخار میکنم، خوشحال هستم که باز هم مانند الماس میدرخشین. درخشیدنتان را بیشتر و بهتر و خوبتر میخوایم از خداوند. انشالله که در بلندترین جایها ببینمتان و موفق باشین. ای تماما انرژی و تماما تشویق های هست که برای دختر خانم هایی که همین اکنون شنونده شما بود و همین اکنون در این وبینار اشتراک داشتن.
بسیار زیاد سپاسگزار هستم و جای افتخار هست. انشالله که تمام دختر خانم هایی که اینجا حضور دارن تلاش بکنین، هیچگاه ناامید نشین. انشالله من مطمئن هستم فردا روز مانند حسینه جلال شما هم میتونین که صدای بلند بکنین و کسایی که گوش با آواز شما داره میتونه که به طریقه خوب از شما انرژی و از شما امیدواری بگیره. بسیار سپاسگزار هستم، وقتتون بیشتر نمیگیرم و خیر سلامت باشین. سلام علیکم. با معذرت که نتم کم مشکل داشت. کسی اگر سوال دیگری دارد میتونه دستش بالا کنه و به نوبت سوال خود را بپرسد. بانو بصیره بفرمایید، سوالتان بپرسید. سلام و درود خدمت بانو حسینه جلال و همچنان شما محسنین عزیز. تشکر از سمینار که را کردین. سوال ما در قسمت اینجا بود که آیا ما به این امید باشیم که آیا مکاتب برای دختران و همچنان دانشگاه ها باز می شود یا خیر؟ چون که چندین مرتبه اعلانات کردن که یعنی مکاتب برای دختران باز شد، دانشگاه ها برای دختران باز شد، باز دوباره گفتن که نخیر یک چالش بود و یعنی باز داشته یا ممکن باز نشود یا باز میشه بدیری. چی رقم گپ است؟ بانو بصیره مخاطب سوالتان کی است؟ میشه اسمشان را ببرین. بانو حسینه جلال. خب اگر سوال دیگه نباشه من به می سوالا بپردازم. خانم بانو بصیره یک سوال بسیار خوب کردن. سوالتون بجای است و یک چیزی هست که در سطح بین المللی، نه تنها در سطح داخلی بلکه بین المللی، در بین مردم افغانستان و خارجی ها، کسایی که روی افغانستان کار میکنن، یک سوال است، هم سوال است و هم تشویش است و هم یک موضوعی هست که کوشش به میست که یک راه حل برش پیدا شود. شما راست گفتین که چند بار پیشرفت‌های صورت گرفت ولی دوباره نظر به مشکلاتی که وجود داشت یا ملاحظاتی که وجود داشت مکاتب برای دخترها باز نشد. آیا امیدواری باشه؟ من شخصا امید خود از دست نمیتونم. شما هم میره میخوایم که از دست نتین، به سطح خودتان به هر اندازه که میتونین به مبارزه خود ادامه بدین. اگر او به حساب مبارزه شبکه‌های اجتماعی هست و موضوع تحصیل و آموزش دخترها باید عادی سازی نشه در افغانستان. اگر فعلا خب تظاهرات دیگه مسائل خطرات خود داره ولی شما در داخل میتونین که ادامه بدین و کسایی که در بیرون هستیم ما تا جایی که میتونیم برای دفاع از حقوق دختران و بانوان تلاش‌های خود داریم و جلسات خود میگیریم و شما مطمئن باشین همین جلساتی که در کشورهای مختلف دایر میشه اینا برای ازمی هست که ازمی به حساب یک فشار بین المللی بالای رژیم طالبا ایجاد شود، ولی تلاش‌های داخلی هم بی نتیجه نیست. چند باره که امی پیشرفت صورت گرفت روی باز شدن مکاتب به دلیل امی فشار داخلی و بیرونی بود، در صورتی که این فشار هیچ وجود نداشته باشه. به شما معلوم است که رژیم میخواد که کاملا عادی بسازه این مسئله را دیگه. به او خاطر من میفهمم که زیاد وقت تیر شده و هر چقدر که وقت بالا یک مشکل تیر میشه به حساب آدم امید خود از دست میته و عادی میشه. ولی پیشنهاد من به شما میست که شما نگذارین که این بر خودتان اول در فکر و ذهن خودتان و دوم به فامیل و خانواده و جامعهتان این موضوع عادی شود، به خاطر که این موضوع عادی نیست. خصوصا در قرن 21 ما قرار داریم یک کلانترین چالش هست که در سطح دنیا دیگه هیچ شباهت نداره و کلانترین ظلم هست که در حق دختران و زنان افغانستان صورت میگیره. به او دلیل شما امید خود از دست نتین و ما امیدوار هستیم که انشالله به زودی با تلاش های ما شما نتیجه میته و این قیوداتی که بالای بانوها هست از بین خود رفت. تشکر. در موضوع دیگه که خواهر ما گفت که برای
مدافعین حقوق بشر یا فعالین جامعه مدنی داخل افغانستان آیا برنامه‌های ما داریم که کمک کنیم برای بیرون رفتشان خب من نمیفهم، به خاطر که تقریبا 3 سال گذشت از مسئله تخلیه و این مسائل، ولی بازم نهادهای شاید باشه که آنلاین شما ببینین بتونن برای خانم‌ها کمک کنن، کسایی که در داخل افغانستان است، چی کمک مالی یا دیگه مسائل. مثلا Urgent Action Fund یک نهادی است که در صورت شما مدافع حقوق بشر هستین براتون کمک میکنه. دیگه Freedom House شما میتونین که یک درخواست بتین. Freedom Now اگه ببینین شاید نهاد دیگه باشه و مثل از این شما در اینترنت سرچ کنین نهادایی هست که برای از درخواست بتین، معلوماتتان روان کنین، حداقل تماس بگیرین، یک کمک مالی یا به شکل آنلاین شاید بتونه که براتون بعضی فرصت‌های آموزشی تحصیلی و کار آنلاین شاید بتونه براتون فراهم کنه. این مسائلی است که میتونید شما سرچ کنین. دیگه تشکر از خواهر ناجیه هم که تشکری کرد. من از شما تشکری میکنم. اگر سوال دیگه نباشه میگذاریم خداحافظی را به گرداننده، ولی بازم تشکری میکنم از اینکه در برنامه فرصت میسر شد آمدیم و اشتراک کردیم و از سوالایتان و از اینکه صبورانه گوش کردین تا آخر برنامه بودین تشکری میکنم و امیدوار هستم که در برنامه‌های بعدی شما هم همکاری داشته باشیم و تماس‌های ما برقرار باشه و برای تمام بانوایی که در دانشگاه آنلاین درس میخوانین موفقیت آرزو میکنم از خداوند و امیدوار هستم که تغییرات مثبت و زودترین فرصت بیاید در افغانستان و در زندگی شخصی شما تا اینکه شما بیشتر موفق و کامگار باشین. دیگه سلامت باشین. وقت بخیر براتون میخوایم.